دوستان میدونید چیه؟ این انتخابات مجلس وحوش خبرگان یه چیزی تو مایه های همون لحاف ملاست، همون که از قدیم گفتن دعوا سر لحاف ملاست. آره دیگه، ببینید هنوز چی نشده، چه بکشی را افتاده. در حالی که 6 ماه از تلاش ائتلاف سگانه پایداری، ایثارگران و مؤتلفه برای قرار دادن آیت الله مصباح در کنار جامعتین به عنوان محور وحدت اصولگرایان می‌گذرد، روز گذشته بعد از سکوتی چند ماهه دبیر کل جامعه روحانیت مبارز آیت الله محمد علی موحدی کرمانی گفت باید این امر انجام بگیرد. البته در این مسیر تلاش‌ها و توفیقات خوبی صورت گرفته و مابقی امر دست خداست. از این اسمگذاری‌های قلمبه سلمبه و جامعتین و این حرفا که بگذریم، اصل قضیه اینه که علی گدا میخواد آخوندهای ریز و درشت باند خودشو جمع کنه و تمساح یزدی رو هم مثل چغندر بکاره بالای سر اینا تا اینجوری انتخاباتو از چنگ کوسه و جماعتش در بیاره. حالا نقشه کوسه رو ملاحظه کنید. هاشمی برای عملیاتی کردن اهدافش که همانا تغییر ترکیب این مجالس است، گویا نیاز به نهضت حد اکثری ثبت نام انتخاباتی نیروهای سیاسی طرفدار تغییر دارد. همین است که روی هر شخصیت صاحب فکر و اندیشه تأکید مؤکد می کند. گویا این تغییر با ورود انتخاباتی همه رخ می دهد. بله، شیخ اکبرم میخواد تا میتونه کله گنده های جام زهری رو دور هم جمع بکنه و همشون رو مثل گونی پیاز آوار کنه سر شورای نگهبان. اون وقت اگه شورای نگهبان عذرشون رو بخواد، کلی مهره زخمی صف میچشن جلوی علی گدا و شورای نگهبانه. اگه هم تأیید صلاحیت بشن، خود تموم دیگه، با عنوان نوچه های اکبر کوسه میرن تو مجلس. رسیدن به قدرت باعث شده دوباره آنان که زمانی مورد غضب یکدیگر بودند و بعدها به واسطه یک دشمن مشترک پای سفره فتنه نشستند و گوشکوب آبگوشت جمهوریت شدند تا مگر بتوانند جمهوری اسلامی را مستحیل کنند، امروز دوباره دور یک سفره جمع شدند تا مسیر بهارستانی شدن را بپیمایند. اینم تحلیل آبگوشتی دلواپسا از آرایش سیاسی باند کوسه در آستانه انتخابات. اما حالا حرف موشکاف چیه؟ هیچی آقا جون، همشون ول مطلن. نه علی گدا میتونه با سیریش اصولگرایی جون برای وارفتش رو به هم بچسبونه، نه اکبر کوسه میتونه این جماعت کله پا رو وادار کنه که جلوی علی گدا وایسن. بنابراین جنس لحاف چلتیکه نظام از کرباس پاراپوره است، کرباسی که تو انتخابات جر و جرترم میشه. موشکاف